دوستان من یه راننده اسنپم، البته یه پدر بیارزه. دوستان من در روز 15-16 ساعت میام بیرون مسافر میزنم. الان ساعت 1:30 ظهره. بچه بدبخت من اینجوری تو ماشین خوابش برده. من ماشینم یه کولر نداره. اون وقت بعضی بلاگرها میان با نشون دادن کونشون 3-4 میلیون فالوور دارن، میلیاردی درآمد دارن. اصلا من بحثم اینا نیستش. من الان به این بچه 5-6 ساله چه جوری حالی کنم که مقصر این وضعیت من نیستم؟ دوستان الان نیاید خواهشم بگید یه کولر مگه چقدر هزینه داره؟ 2-3 میلیون. دوستان من الان 50-60 میلیون هزینه دندوناشه، دندونای بالا پایینش کلا عفونت کرده. هر روز دکترم، خدا شاهده. من الان چه جوری به این بچه بفهمونم که من بیارزه نیستم؟ من هر کاری تونستم کردم. ساعت 1:30 ظهر ببین چه جوری مظلوم خوابیده، درد تو سرم. بابات بمیره الهی، بابات بمیره این روزا رو نبینه، دورت بگردم. بابا فدات بشه زندگی. دوستان من گدایی نمی کنم از کسی، فقط خواستم بگم شرایط بد این روزا پای کیه؟ دوستان من باید یقه کیو بگیرم؟ من باید از کی طلبکار باشم؟ من خودم به درک، من یه آشغال، من یه سگ، من یه حیوان. گناه این بچه چیه که من اینو به دنیا آوردم؟ من دیوس دارم تاوان اینو میدم که این بدبخت رو به این دنیا آوردمش. این بچه من چه گناهی کرده که تاوان کثافتکاری خیلی از حرومزاده ها رو باید پس بده؟